تا حالا شده که توی یوتیوب شورتس بگردید و با اینجور ویدیویی مواجه بشید و بعد از تموم شدن اینجور ویدیوها با خودتون بپرسید که واقعا چقدر وقت برای این پیکسل آرت چند ساعت، بهتره بگم چند دقیقه. امروز قرار راز این پیکسل آرت ها رو بهتون بگم تا شما هم بتونید مثل اونها میلیونی ویو بگیرید. تا آخر ویدیو با من همراه باش چون قراره حسابی پولدار شید. سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. خب همونجور که توی اینترو دیدید واقعا فکر کردید اونا میان میشینن این پیکسل آرتا رو میسازن؟ نه، اونها از این ترفندی که قراره بهتون یاد بدم اینجور میلیونی ویو میگیرن. خب بچه ها، قدم اول اینه که یک عکسی که دوست دارین پیکسل آرتش کنین رو پیدا کنین. ما برای مثال اینو پیدا کردیم، اسمش سابسکرایبه، پس عکس تو پیدا کن، هر حساب نکنین. بعد باید بیای به این سایتی که لینکشو میذارم توی دیسکریپشن به نام ماینکرافت پیکسل آرت جنریتور و اینجا آپلودش میکنی. این سایت برای ورژن های بالای 1.20. اگه روی ورژن پایین تری بازی میکنید این گوشه میتونید انتخاب کنید و آره. فقط قبلی که اینجا کارمون رو شروع کنیم باید عکستون رو 200 پیکسل در 200 پیکسل باشه. با سایت های کاربردی مثل این که لینکشو براتون میذارم تو دیسکریپشن 200 در 200ش میکنید، یا اگه برنامه فتوشاپ دارید فایل درست میکنید، اینجا مینویسیم 200، اینجا مینویسیم 200. بعد که عکس 200 مگاپیکسلیتون به دست اومد، 200 پیکسل گفتم مگاپیکسل خودم، اینجا که نوشته چوز فایل میزنین روش و عکس مورد نظرتون رو انتخاب میکنین که اسمش هم هست سابسکرایب. خب عکسمون آپلود شد. وقتی آپلود شه این شکلی میشه و اینجا اسمی که میخواین فایلتون داشته باشه رو انتخاب میکنین. اینجا ریویو چیزتو میبینید، خیلی بزرگ نشون میده و بعد اینجا میان اسمشو انتخاب میکنید و میزنید رو دانلود. فایلمون به نام subscribe.zip. بعد میان توی ماینکرافت و یک ورد درست میکنید. چرا مسکلانی سابسکرایب اینجا استفاده میکنم؟ اما اینجا در قسمت داتا پکس میای میزنی روش و اون فایلی که دانلود کردی که اسمش هست سابسکرایب درگش میکنی این داخل. بچه هر که ساب نکنه خودش میکنه. خب بچه ها، قبلی که بریم سراغ ادامه، به ارتش ناز گنگ ها بپیوند و منو ساب. بعد از این که وارد وردمون شدیم دکمه تی رو روی کیبورد میزنین و میزنید اسلش، مینویسید داتا پک لیست. اینو که مینویسید میزنید اینتر و لیست داتا پک هایی که دارید رو براتون میاره که ما این داتا پک اسمشو نمیدونم چرا از سابسکرایب شد این، ولی حالا بعد که اسمشو توی داتا پک هامون دیدیم اینجا بازم میزنیم تی اسلش فانکشن، اینو مینویسیم دقیقاً میورال. اینو که نوشتیم یه دفعه کنارتون ظاهر میشه و یادتون باشه رندر دیسنستون موقعی که میخواین ظاهرش کنین بالای 21 باشه که حداقل بتونید ببینیدش کامل. بله ناله این ناموفق شد چون رندر دیسنسمون پایین بود، نتونستیم کاری کنیم. این میزنیم و اینم شد نتیجه کار زیبای ما. بوم 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 بوم. اوه بچه الان اینو ساختیم بدون هیچ. برو کیف کن، برای یاد دادن این چیزا ازتون پول میگیره. کجای دنیا پول میگیره آخه؟ خب با این روش برو برای خودت کانال بزن و میلیونی ویو بگیر و کیف. تا یک ویدیوی آموزشی دیگر خدا نگهدار. بازم رسیدیم به قسمت ترسناک ویدیو. خداحافظی. چرا من بلد نیستم. خب خداحافظ. ساب کن. اینم یه روش برای تموم کردن سری ماینکرافت، برو ببینش. اینم از وقتتون نمیگیرم.